عزیزان میخوام از تبادل انرژی صحبت کنم. خیلی مهمه. شما چقدر در طول روز یا در طول شب حالا چقدر تبادل انرژی میکنید؟ خیلی ها میگه من انرژی دارم که با کسی بدم. آره، تو با یک مخزن انرژی نامحدود وصلی. همه ما وصلیم عزیزان، همه ما وصلیم و هر چقدر انرژی بدیم اصلا کم نمیشه، زیاد شده میره. یه پسره هست در همین فضای مجازی خلاص فنومن شده، مشهور شده، فکر کنم ویدیوهاش من میبینم، با وجودی که فالو نمیکنه ولی چون ویرال میشه میبینم. با یک دسته گل و یک نامه کوچولو و دختر رو میده، میگه تو چقدر دختر زیبایی که من تو رو دیدم. و دنیای اون دختره خلاص بهشت میشه اون لحظه. تبادل انرژی اینه عزیزان. ببینید کلماتی که استفاده میکنیم چقدر میتونه روی دنیای دیگران، روی لحظه های دیگر انسان ها تأثیر بذاره. یه جمله زیبا از دهن میگی، از دل میگی و دنیای دیگری رو زیبا میکنی، حالشو خوب میکنی. چی بهتر از این علاج، از این دوا؟ عشق میدی. میگه نمیتونیم لبخند بزنیم، میگه نمیتونیم حرفای کلمات قشنگ استفاده کنیم. همه ما میتونیم، هیچ کس نمیتونه. من نه، شاید اون کسی که گنگه شاید نتونه، ولی اونهایی که میتونه هر چقدر میتونید بخشش میتونیم. ولی ما اصلا به همدیگر انرژی نمیدیم. نمیگیم تو زیبایی، نمیگیم تو چقدر اخلاق خوبی داری یا چه عادت خوبی داری. همش دنبال اون نقصان و ضعفاش هستیم، دنبال همه این نقطه ضعفای همدیگریم و اینطوریه که هی نقطه ضعفای خود رو از همدیگر پنهان میکنیم، طوری جلوه میدیم که هی آدمی مکملی هستیم. اصلا نقطه ضعف نداریم ما. مگر میشه انسان باشه و نقطه ضعف نداشته باشی، عیب نداشته باشی؟ نه، تو فقط یاد گرفتی که چطوری پنهان کنی. عزیزانم میخوام اینو بگم که باید اورژینال باشیم، خودمون باشیم، اصل باشیم و اصل زندگی کنیم، به همدیگر عشق بدیم، دنبال نقاط مثبت همدیگر باشیم. اینطوری از همدیگر انرژی میگیریم، تبادل انرژی انجام میگیره و همینطوری که قلب دل دیگری روشن میشه، زیبا میشه، خوشحال میشه، تو همچنین میشه.